سلامت باشید. بعضی موضوعات آدم در پیام نمیتونه حل کنه، به این خاطر گفتم ما را مستقیم صحبت کنیم، شاید زودتر بهتر خوبتر حل شود. اولی که یعنی سوال شما که الله سبحانه و تعالی با کسایی که با آنها اصلا دعوت نرسیده، اصلا از رسالت و از نبوت و از وحی از کتاب سماوی آگاهی ندارن چی میکنه؟ همین حدیث رسول الله علیه السلام به سوال شما خوب پاسخ دهنده است، خیلی واضح و روشن، که رسول الله علیه السلام فرمودن اربعه یمتحنون یوم القیامه، در روز قیامت از 4 جماعت یا 4 مردم امتحان گرفته میشه. در بین این 4 نفر و اما الذی مات فی الفتره، آن شخصی که در وقت فترت مرده، یعنی وقت انقطاع رسول، فیقول، این میگوید در روز قیامت که یا الله به من خو نه پیامبری آمده نه کتابی آمده، من خو هیچ خبر ندارم. باز الله عزوجل یک ابتلا و آزمایش در روز قیامت میکنه و بعد از او کامیاب شد جنت میره، یعنی بعد از کامیابی. یعنی اصل شبهه که در ذهن شما آمده جناب مولوی صاحب او چی است که ما را واضح بگویید که من بفهمم، کوتاه و مختصر برادر. نه ببخش بسیار در حال مولوی نیستم. قاری هستم، قاری قرآن از ماشاءالله. یکی دیگه اینا که یکم پرسان میکنم از بستم اینجا به خاطر کدام چیز دیگه پرسان میکنم، میخوایم که معلومات بگیریم از بستم، میخوایم که در فهم ما چیزی افزوده شد. بیشتر که آیت خوانده براتون خودتون که چه قسم جواب دادیم برای ما که ما گفته بودیم براتون که سوره رسوله را براتون خواندیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، همین جا را براتون خوانده بودیم دیگه. نه از اینجا آیت از که خدای متعال میفرماید فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. البته پرسان میکنیم از آنانی که ما کتاب فرستادیم بسیارشان و از انبیاء خدا. خب اینا خب معلوم شد کسایی که در جزایر زندگی میکنن، گفتیم که بر از اینا کتاب نرسیده، انبیاء هم نرفته بودن دیگه. اصل سوال ما می بود که سوال در خود قرآن موضح میشه که ما کسایی که کتاب فرستادیم از اونها هم پرسان میکنیم بسیارشان و انبیاء را هم پرسان میکنیم. ولی اینها خب گفتیم که حتی جماعت تبلیغ جا نرفته، یعنی مشکل از اینا چی میشه؟ یک قسم میپرسم. برادر گرامی قاری محترم، اولی که ما هم نمیگیم که شما با کدام نیت بد سوال کردید، ما هم گمان نیک داریم، ما شما کلا با هم با اخوت و محبت و دوستی دین خدا یاد بگیریم، خوب است. و اینکه قاری واسطه قاری هم در اصطلاح شرعی قاری کسی را میگه که قرآن خوب بفهمه و بدانه و اهل قرآن باشه، یعنی عالم قرآن باشه. فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در سینه اهل علم جا میگیره. و سوره اسراء نیست، سوره اسراء، جناب قاری سے به خاطر اصلاح شود، سوره اسراء. و بله اسراء که میگیم یا بنی اسرائیل مفته میتونیم نام دومشون پروا نداره. خب اسراء صحیح است. بله سوره اسراء یا سوره سبحان یا سوره بنی اسرائیل. محمد رسول الله و معراج. بله فعلش اسراء و سبحان الذي اسرى بعبده، اسم اسراس و فعلش اسرا. خوب، یعنی دیگه ای که الله عزوجل ما و شما خوب است که خدای تعالی نگوییم بلکه الله متعال بگوییم، زیرا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله را به نام های خودش بخوانیم و یاد کنیم. حالی میایم به سوال شما که می سوال شما خود در حقیقت یعنی می حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب سوال شماست. شما به این حدیث البته متوجه نمیشید که 4 نفر هستند که در روز قیامت آنها را الله عزوجل امتحان میگیره. از جمله 4 نفر یک شخصی میاد میگه که الله به من نه کتاب رسیده نه پیامبری رسیده، من اصلا خبر ندارم از این گپا، یعنی به من اصلا نرسیده، پیام الهی به من نرسیده. بعد از او الله عزوجل را امتحان میکنه و از این امتحان که گرفت بعد از او باز الله سبحانه و تعالی را داخل جنت میکنه بعد از امتحان. و این آیه را که شما میخوانید که الله سبحانه و تعالی به تأکید گفته فلنسألن الذين ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، این آیت با او موضوع در تعارض نیست، بلکه این آیت دیگه موضوع است و آیت دیگه موضوع. این آیت در حق کسایی هست که برای آنها پیامبر فرستاده شده. الله عزوجل پرسان میکنه که پیامبر آمد اطاعت کردید یا نه، از احادیث پیامبرتان به سر و جان قبول کردید یا نه.
ولنسألن المرسلین و خامخا از مرسلین هم پرسان میکنه الله متعال که شما را دینی را که به شما داده شده بود به مردم رساندید یا خیر. این سوال هم حق است و او امتحان هم حق است، یعنی بین یزید و کدام تعارض نیست. قاری محترم جناب مولوی صاحب محترم، بسیار خودتان آیت سوره قلم خوانده یا ما یکشف عن ساقین و ادعاون الی السجود میره که شما خواندید که درباره امتحانات آخرت است. صحیح است، صحیح است، اینو ما قبول داریم. اما اینجا در آیت بعدی جواب درمی خود آیت جواب است که او خو همین یا ما یکشف عن ساقین این خو از آیات متشابهات است. کیفیت ساق خداوند خود متعال خودش میفهمه، اما اون خب با او ایده اشخاصی هست که اینو در دنیا صحیح سالم بودن عبادت نمی‌کردن. صحیح سالم بودن که پرسیده میشن، شاید که حدیث خونده باشین غالبا که در صحیح مسلم شریف شاید باشه، الله اعلم، اگر از ذهن فراموش نشده باشه. مطالعه داریم کمتون، اما نیت ما نیک است، نیت ما بد نیست. خدا کنه که گمان کنه که منظره حدیثی نره نگه خدا آیت است و خدا آیت بعدی جوابش است، اما صاف آیت متشابهات است. خیر ما با آیت یعنی جناب قاری صاحب، یعنی این آیت خود کدام سوال نیست که تو میگی آیت بعدی جوابی از این است. خود کدام سوال نیست که آیت بعدی جوابش باشه. آیت بعدی تشریح هم از این است. تشریح همی است یعنی واضح است خودش. بله این خودش واضح است، خودش واضح. هدف ما از خواندن این آیت در او جوابی بود که شما گفتید که آخرت خدا را امتحان نیست. ما گفتم اینو میگه، تو از پیش خود گفته. نظر به این آیت معلوم شد که یوم یکشف عن ساق که بعضی کسا در روز قیامت امتحان میشوند. یعنی از این آیت معلوم شد که منافقین در روز سجده کردن نمیتونن و کسایی که تارک الصلات هستند، انسان‌های بی‌دین که نماز نمیخوانند، در دنیا که اذان داده میشه و مسجد نمیروند، در روز قیامت هم اینها باز سجده کردن نمیتونن. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. در دنیا وقتی صدا میشد، اذان میشد، حی علی الصلاه نمیرفتند. در آخرت باز وقتی که الله عز وجل ساق خود را برهنه میکنه و برایشان دستور میده که سجده کنید، سجده نمیتونن. اما آیت قرآن کریم گفتی از متشابهات است. نه، از متشابهات نیست، بلکه آیت از آیات صریح است، واضح است که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت اینها را میگه سجده کنید و اینها سجده نمیتونن. اما کیفیت ساق خدا خودتان با خداوند چه فایده‌ای که ساق خدا ظاهر بکنه. ما چیزی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای خودش ثابت کرده، ما من حیث یک مؤمن به او ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی ساق داره، همان قسمی که لایق به شأن الله است. بله ما نگفتیم الحمدلله، ما گفتیم بیشتر داره که ما ایمان داریم. جره بس میکنیم در آیات متشابهات خودتان میتونن که آیات متشابهات به دو قسم است. یکی معلوم المعنی مجهول المراد، دومش مجهول المراد مجهول المعنی. این خب میفهمیم که حروف مقطعات است، اما بیطور ضعیف بس نکنیم که خدای نخواسته گناهگار نشیم. قاری صاحب ما در این مسئله درباره کیفیت صفات الله عز وجل خو گپ زدن نمیتونیم، زیرا کیفیتش ما و شما نمیدانیم. کیفیت صفات را به الله عز وجل میسپاریم و در او باب گپ نمیزنیم. اما خود لفظ ساق در قرآن آمده که الله سبحانه و تعالی خالق ما و شما ساق داره و امام بخاری حدیث را روایت کردن که در حدیث ابی سعید خدری میگه رسول الله علیه السلام فرمودن یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن، متفق علیه. الله عز وجل ساق خود را برهنه میسازه و هر مؤمن با ساق الله را میبینن، سجده میکنن. اما اینکه چگونه هست درباره چگونگیش صحبت نمیکنیم. به ایمان داریم که الله ساق داره، بله، زیرا در قرآن آمده، ما به قرآن ایمان داریم و در حدیث هم آمده، در حدیث متفق علیه. لکن خلاص ایره که قبول داری که الله عز وجل ساق داره، ای تو نگو که جسم ثابت میشه. نه، جسم ایمان داریم نظر به قول سلف صالحین. ما قبول داریم به قول صحابه که ایمان آوردن فضل به ما شما که ما شما باید بله
کتاب و آخر متشابهات ما ایمان داریم بله ایمان داریم، اما جر بحث نمی‌کنیم به خاطر که آیات‌های زیادی هست و قالت الیهود ید الله المغلوله و اونجا دست ثابت میشه، دیگه چشم ثابت میشه. خب این صفات ذاتی صفات فعلی الله را ما قبول داریم، نظر به صفاتش است. الله عز و جل دو دست داره، یعنی به این ما شما عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی دو دست داره، اما قسمی که در قرآن آمده. بله این را خوب گفتیم، نی آیت یعنی مشابهات قرآن عظیم میشن ما ایمان داریم، اما این که جر بس نکنیم استاد گرامی این بهتر است. نه میایم در اصل مطلب ما این نبود، مطلب ما جناب قاری صاحبی بود که اینمی چیزا که ما شما گفتیم همین موضوعی که گفتید آخرت امتحان نیست، یعنی من یک مثال ذکر کردم که در آخرت امتحان هست. وقتی که انسان جنتی در جنت رفت باز دیگه امتحان ختم میشه، انسان جهنمی که در جهنم رفت باز امتحان ختم میشه. اما در خود عرص دنیا خودش دارالامتحان است، قبر دارالامتحان است، آخرت تا یک جایش دارالامتحان است. بله خب وقتی را قبول داری یعنی سوال شما حل شد دیگه. سوال شما می بود که کسایی که برایشان وحی نرسیده چی میشه؟ امتحان میشن. دارم که دارالامتحان است، اما این سوال موازی نگرفتم پیشتر که اینجا که درباره اشارات از پیشتان پرسان کردیم در سوال اول خود بوده ما مطالعه کرده بودیم، اما اینو دقیق میخواستیم که بفهمیم جوابایی که ارائه کردیم کم ذره متفاوت شما جوابتون. جناب قاری صاحب تو خو الحمدلله سی جزء قرآن کریم حفظ کرده، یه قدر فهم خود داری انشالله که رسول الله علیه السلام برات میگه که 4 نفر هستن در روز قیامت امتحان میشن. از جمله 4 نفر اما شخصی که براش دعوت نرسیده و میگه که الله تو که پیامبر فرستاده به ما خو نرسیده، ما یعنی در جای بودیم که نشنیدیم، خبر نداریم، اصلا نام پیامبر و اسلام چیزی به ما نرسیده. الله متعال آخرت امتحان میکنه، بعد از او باز برایش یعنی این مسئله تان حل شد دیگه. سوال دیگه تان چی بود؟ اما متوجه نشدین. اما سوال اول من بود که درباره از اینکه سوال کردیم که شما جواب ارائه کردین درباره از اینکه جان انسان ها را اسرائیل علیه السلام میگیره، از حیوانات چی میگیره، اما اینا واضح‌تر به ما صحیح نگفت. شما جوابی که من روان کردم 3 دقیقه یا 3.5 دقیقه مکمل شنیدید؟ واضح‌تر من اینا خودم مطالعه کرده بودم در کتاب فکر میکنم و غالبا باش که من خدا کنه که فراموش نکنم بخاطر که گناهگار نشم در شرح صدور حیات الایوان و آیات را خواندیم از پاره 26 بود که الله یتوفی الانفس حین موتها. امیر خوند یعنی بله امیر خوند بله بله یعنی آیت خوندیم ان شاء الله که اشتباه نکرده باشم. یعنی آیت خوندیم، اما اینو جوابش ما مشخص نگرفتیم که بنا واضح شده باشه یا صدای. خب این سوال اول حل شد الحمدلله. سوال دوم هم حل میشه. سوال دوم جوابش می هست برادر گرامی. اولی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را مکلف به این نکرده که ما را بدانیم که حیوانات را کی قبض روح میکنه. این میگه الله عز و جل ما و شما را مکلف نکرده. و اصحاب نبی علیه السلام که از ما که خیلی دیندار فهمیده و دانسته بودن، ایمان و دینی خوب صحیح داشتن و هیچ وقت از نبی علیه السلام پرسان نکردن که یا رسول الله حیوانات که قبض روح میکنه، بلکه الله عز و جل در حدیثی که نبی علیه السلام میفرمایند که ان الله کره لكم ثلاثا، 3 چیز الله به شما بسیار بد میبینه که اجتناب بکنید. یکی قیل و قال است، قیل و قال بیهوده، و یکی اضاعه المال، و سومش کثرت السؤال. و این حدیث صحیح بخاری است و در قرآن کریم هم آمده که زیاد سوالای بیهوده انسان یعنی نکنه و در حدیث هم رسول الله علیه و آله کثرت سوال بعد گفته. یعنی مطلبی که وقتی ما شما میبینیم که یک چیز نه قرآن آمده نه در حدیث آمده نه کدام صحابی از نبی علیه السلام سوال کرده و نه صحابه کرام درباره از او گپ زدن، پس گپ زدن درباره از او یک چیزی است که یعنی وقت ضایع میکنه. حیواناتی که قبض رو میکنه الله اعلم، جوابش میست والله اعلم. خب یعنی مشخص شد که جوابش دیگه امیتو مبهم مشخص شد که یک بخش دینی ما نیست، فهمیدنش به درد ما نمیخوره و نفهمیدنش به ما ضرر نداره و الله عز و جل به این ما را مکلف نکرده. این تو شد، یعنی این جواب صحیح است. و دیگه ای که مسلمان در چیزی مصروف شود که براش مفید است. ایتو جوابش واضح و روشن‌تر نشد دیگه. روشن است، جوابی روشن است، یعنی این بخش عملی نداره،
این بخش عملی نداره و بخش مکلفیت شرعی ما شما نیست. این گپ گرفتم استاد محترم. بله. خواستم خودتان درباره فرمایش کردین، ما فرمایش خدای نخواسته چرا در سوال خود از پیشتان فرمایش بخواهیم شاید که متوجه نشده باشیم، اما قضیه است که از پیشتان خواهش برادرانه میکنیم که اگر شما یک عالم دین هستید، یک دایی دین هستید، اگر در باره مذاهب بعضی در باره سخنهای کنه همین جوابا رو من پیش بخوام که کی سوال کرده بود، نمیفهم که کی سوال کرده بود. درباره تقلید گفت زدیم، درباره تقلید که مذهب یکی داده ایتو از خانه کن ایتو اشاره کن، معلوم میشه که شما حقیر فکر میکنید. ما اون کسی که سوال کرده بود خیر سوال اگر چی کنیم، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک، امام محمد بن حنبل رحمت الله علیه و امام اعظم، اینا خب بزرگای دین هستند. مذاهب خب مثلا مسجد الخشتی میریم، یک راه را نشان ما میده، دیگر راه را نشان ما میده، دیگر راه را یکی راه کوتاه‌تر برای ما شما نشان میده، اما هدف ما شما مسجد الخشتی رفتن است. متوجه شدی؟ ما شما پسر خودتان اشاره کردید که کدام سوالی که میشه ما از مذهب کدام چیزی که صحیح میباشه میگیریم، چیزی که نقلش کردن که ناصحیح است یا درست نیست او را عقل انسان هم تشخیص میکنن نمیگیریمش، ما را قبول داریم. اما این برادرانه خواهش میکنم که اگر دایی باره خودتان یک دایی دین هستی، دایی باره که مردم جر بحث نکنی بهتر است، و خاطر که خدای نخواسته اونا بزرگای دین ما شما هستن، خدای نخواسته کدام حرف پشت امام صاحب، پشت امام شافعی، پشت امام مالک، امام احمد صاحب، پشت امام اعظم صاحب، پشت از اینا اگر کدام حرف انسان است و خلق الانسان ضعیف و انسان خطا میشه در کلام انسان دیگه. اگر امیر کتی یک تعداد جر بس نکنیم خوب نمیشه. همونطور قاریس محترم، ما این گفتم ما به نظر شما احترام دارم و این تشریح میکنم به یاری الله عزوجل کوتاه و مختصر، لکن قبل از اینکه این طرف بیایم یعنی دو جواب قبلی درباره قبض روح حیوانات گفته بودیم که یعنی بعضی علما از این استدلال کردن که ان الله يتوفاها بنفسه، یعنی قول علما هست و نظر به مو دلیل که الله يتوفى الانفس، الله عز وجل وفات میده. بله، الله عز وجل انفس را وفات میده، پس انفس عام هست، لہذا بعضی علما میفرمایند که خودی الله عز وجل قبض روح میکنه. بعضی ها مثل علما را بالا نام گرفتیم مثل قرطبی و بعضی کسا، لکن سخن قوی در این مسئله پیشتر گفتیم و میسکی را به الله میسپاریم و درباره انسان ها قبض روحشان را ملک الموت میکنه، زیرا آیات قرآن کریم صریح است قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و غیر از دیگه آیات. خب این به این معنی نه که یعنی دین ما به این سوال پاسخگو نیست، یعنی دین ما به این اهمیت به این خاطر نداده زیرا مهم نیست. میای مالی در این سوال فعلی تان برادر بارک الله فیکم، اولی که ما یک طالب العلم هستیم، در طلب علم هستیم، فعلا هم درس میخوانیم الحمدلله، یعنی درسای خدا تا که زنده باشیم ان شاء الله ادامه میدیم. و دیگه ای که ما مذاهب یا علما را حقیر نشمردیم و کسی که این تو نظریه داشته باشه که ائمه دین را، امامای دین را، علما را حقیر بشماره، او را ما اصلا دوست نداریم و از او بیزار هستیم از این فکر که علمای دین کس حقیر بشماره. علما چراغای جامعه هستند، نور چشم ما هستند، با آنها محبت وظیفه دینی ما هست و خصوصا امامای دین ما، چه امام بخاری است، چه امام مسلم است، چه امام ترمذی است، چه امام احمد و شافعی و احمد و دیگر امامای دین ما هست، چه علمای سلف است، چه خلاف امام ابن تیمیه و ابن قیم و دیگر ابن ابی العز و دیگر ائمه، محمد ابن عبدالوهاب و دیگر هر عالم و هر ملا و هر مولوی و هر شیخی که به دین خدمت کرده، ما شما باید او را دوست داشته باشیم و برایشان دعا بکنیم که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ای بار اله ما را مغفرت بکو و برادرای ما هم که با ما از ما پیش گذشتن با ایمان رفتن آنها را نیز مغفرت. اصل مسئله ای هست که کسانی هستند اهل مذهب خود را میگیرن، آنها متاسفانه که به کسانی که از مذهبشان پیروی نمیکنه آنها را کافر میگن، وهابی میگن، بیدین میگن، واجب القتل میگن، مجرم میگن، خوارج میگن. اینها اصلا جرم اینها مرتکب میشن، اینها انسانهای حقیر هستند که به نام امامهای دین پیروای دین را بدگویی میکنند، در حالی که اینها خودشان هم به مذهب امام ابی حنیفه صاحب صحیح برابر نیستند، زیرا مذهب از اوی تو جنون و عصبیت نبود. اینها که تعصب دارن مذهب پرستی میکنن و امام خیر ما بر استاد محترم احترام دارم، خود ما حنفی مذهب هستم دیگه، مذهب خوب مطالعه کردیم، ائمه همش مطالعه کردیم، اما اگر یک
ذره شما دایی هستین، دایی دین بیشتر از طالبان باید باشه. اگر ایتو سخنه رو استعمال نکنین گفتم نه برادر، ما میگویم ما یعنی خود جوابی که در روز قیامت میدی به حضور خدا. جناب قاری صاحب، این نظر شخصی من جناب قاری صاحب فهم دقیقتون و بدون قدر اگر از این کلمات بجای وقول قولا حسنا این بهتر نیست؟ وقولوا للناس حسنا، بله ما برای مردم حسنا میگیم، لکن این برای شما میدانید که یعنی ما به یک مخاطب خود مطابقی گپایی که گفته مجبور هستیم که مطابق گپای از برای از او جواب بگوییم. یک کسی مثلا پیدا میشه و میگه کسی که از مذهب امام صاحب برآمده مجرم است و وهابی است و لا مذهب است و ایرا بکشید و این گمراه است، باز ما به تو انسان میگیم که تو خودت گمراه هستی، تو اصلا دین اسلام نفهمیدی. تو اگر دین اسلام میفهمیدی در دین اسلام نگفته بود که شما مذهب جور کنید و تقلید بکنید و اماما را به خود محکم بگیرید، اسلام میگه نگفته بود. لہذا تو مجرم هستی، نه اینکه یک کسی که به قرآن و سنت چنگ میزنه او را مجرم میگی. لہذا بله اینی به شما که کلی مذهبا مثلا مسجد پل خشتی را گفتی که یک کس از یک راه برای اول راه را نشان میده، کسی از دیگر را. این مثال تو در جای خودش صحیح است، لکن در دینی مثال تو صحیح نیست. چرا؟ زیرا دین 4 راه نداره، دین یک راه داره. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. دین یک راه داره، 4 راه نداره. و همچنین الله عز وجل در قرآن کریم میگه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبل راه ها را میگه، یعنی اسلام راه ها نداره، اسلام راه داره، یک راه هست، راه قرآن و سنت. و در این راه مثلا در یک مسئله امام شافعی گپش قوی است، مکلف است دیگه به زور بگیری. اینا ما اعتبارت نگفتیم که یعنی خدای نخواسته تو غلط گپ مرا برداشت کردی. اینا ما خدای نخواسته تو نگفتیم که دین 4 راه داره که 25% شه بگیریم 95% شه ترک کنیم. این گپ نیست پیش ما. ما میتونیم دین اسلام همون دین است. مثلا فهم شما درایتتان، بلاغتتان، فصاحتتان، مثلا ما هم دایی هستیم اما از شما مکده بهتر است. شما شاید که از مکده خوبتر سخن بگید، خوبتر اولبتی، خوبتر جامعتر، کلامتان زیباتر باشه، فهمتان دقیقتر باشه. بهتر نمیشه که سخنتون درباره ویزا خاطبه همون جاهلین قول سلام هست نه درباره اگون تا ادب نمتر یعنی صحیح‌تر. اما قاریس محترم این گپ شما را ما به سر و چشم این گپ شما قابل قبول است که وقولوا للناس حسنا ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. به طریق نیکو پسندیده. بلی حتی به فرعون الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن. بله حتی به فرعون الله عز وجل گفت که فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. این گپ شما قابل قبول است. بله لکن این گپ است برادر، ما هم کوشش و تلاش داریم که سخن نرم میگیم. الحمدلله اگر کدام جای ما سخن سخت گفته باشیم خلاف دین بوده باشه از الله عز وجل مغفرت میخواهیم. اما این گپ است که لا يحب الله الجهر یک ذره گرفتم لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. انا صار شما کسی ظلم کرد. ظلم از این ظلم کلان در کجاست که ظلم کلان در کجاست که ما را کافر میگن، ما را وهابی میگن. این خود ظلم است. این خود ظلم است در حق ما میکنن. ما را وهابی میگن و کافر میگن و خوارج میگن. باید جواب داده شوند مطابق چیزی که میگن. زیرا الله عز وجل فرموده فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ایرا الله به ما اجازه داده که کسی که به شما ظلم میکنه جوابش بدید. بله خدا اما الله متعال استاد محترم ما گپای تایید میکنم. اما الله متعال فرموده که حتی شما همین بود پرستایی که همین مشرکینی که همین کفاری که اصلا شما ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. اینا کنو دانستن استاد محترم کسایی که ما خب با مولویا گپ میزنیم قاریس، با نادانا گپ نمیزنیم. با مولویایی که سر منبر بالا میشن ما را کافر میگن، با آنها ما مشکل داریم. از مردم عوام بیچاره خب ما گله نداریم قاریس. یعنی گپ صحیح است، گپ اتفاقی است بین ما تو ادفع بالتي هي احسن السیئه. بدیاره به خوبی دادن خوب است. بله استاد محترم ما پخته حنفی مذهب هستم اما با خودت که مشکل ندارم، هیچ مشکل ندارم، چون که تو آیات را احادیثی را میخوانی. ما
مجبور هستم، مکلف هستم کرهن او طبعا هر دوش که قبول کنم آیات احادیث چی بخوایم چی نخوایم. اما ما درباره این اشخاص میگم که اگر یک ذره لحنتان نرمتر کنی شاید که اینا اما رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت اگر فراموش نشده باشه که خداوند تعالی متعال میفرماید که شما سخن بگید که حسد در دلهایشان. میگه این تو بهتر نمیشد؟ بدون شک گپ شما قابل قبول است. در جایی که ما تشدد کرده باشیم از الله مغفرت میخوایم، زیرا ما شما در دین ما دو چیز داریم و این آخرین سخن است، وقت شما را زیاد نمیگیرم، شما شاید مصروف باشید. یک کمی که یک شده هست، یک تشدد. شده کار خوب است، شده فی الدین و کان اشدهم فی امر الله عمر. شدت خوب است اما تشدد خوب نیست. تشددی را میگن در مقابل کفار است. این آیت در مقابل کفار است. او که ما شما شدت در مقابل کفار بگیریم او خوب است. اما یک دقیقه جناب قاری صاحب، در مقابل کفار شدت جداست، در مقابل باطل پرست شدت جداست. لذا یک نفری که تو را دشنام بده، در حدیث آمده یک مسلمان تو را دشنام بده، تو پس میتونی که او را دشنام بدی. این از باب انتقام هست و گناه بالای از او هست و گناه بر تو نیست. من نفی مذهب هستم. آیا ما از کدام شدتی از کدام الفاظ کار گرفتم؟ ما امروز تو بسیار نرم صحبت دارم و امروز دیگران هم الحمدلله نرم صحبت میکنیم جناب قاری صاحب. یعنی این گپ تو گپ قابل قبول است. ما به این گپ تو یعنی گپ تو نیست بلکه گپ الله عز و جل است. و قولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي احسن. خو اتفاقی است. این نصیحت شما یا نظریه شما یا ملاحظه شما قابل قبول. در اخیر یک نکته دیگه که شما این گپ گفتید ما لازم میدانم که ذکر کنم که یعنی شما گفتید شاید شما از مکه افضل باشید و یا این گپ افضلیت پیش الله سبحانه و تعالی است. الله میدانه شاید شما مقامتان بالاتر باشه. یکی یک نفر زیاد زود گپ بزنه یا زیاد آیات و حدیث بخونه، این کاملا دلیل چی از کلی وجوه دلیل بهتریت نیست. بهتریت این است که هو اعلم، الله خیلی میدانه که کی خیلی متقی هست. لذا ما خود تو افضل از دیگران کده نمیدانم بلکه ما از دیگران کده پستر هستم. الله عز و جل کلی ما شما را افضل و بهتر بگردانه. خوش آرام باشید از اینکه وقتانه گرفتم. امید است که همیشه صحبت داشته باشیم. خوش باشید. آخر یک معلومات می‌خواستم از پیش بگیرم که فرق بین سخن آن کلمه‌ای که جمله‌ای که در سوره نور الله متعال فرموده بین فاحشه الفاحشتين، اینمی فرق بین ازی میتونه شما ذره روشنی فرق؟ بارك الله فيكم. بله ای فرق بین المعرفه و النکره هست. المعرفه و النکره وقتی که امرای الف لام میایه او را معرفه نامیده میشه از نگاه قانون صرف و نحو. معرفه و نکره است. بله بعضی جاهایی است نکره کی است، نکره کی است برای تعظیم میباشه و بعضی جاها مثلا ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه. الفاحشه با الف لام که آمده یعنی فاحشه کامل من کل وجوه، فاحشه کاملی که من کل وجوه باشه. یعنی الف لام برای عزیز که یعنی سراسر یعنی گویا که کل فاحشه خوی نمیست، یعنی اصل بی حیایی همیست که شما لواطت میکنید نعوذ بالله. لذا در سوره نمل وقتی داستان لوط علیه السلام میاد در اونجا اتأتون الفاحشه و همچنان در سوره عنکبوت وقتی که میاد در اونجا الفاحشه الف لام میاد. سوره نور درباره سوره نور پرسان کردم اینجا بس اصلا متعارف محمد رسول الله در سوره نور بارک الله فیکم در اینجا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، کسانی که دوست دارن که به حیایی در بین مؤمنان نشر شود. این درباره ازواج نبی علیه السلام نیست. میات من كنا بفاحشه مبینه. هر کسی که از شما آیا این به فاحشه اشاره است یا بارک الله فیک. این سوره نور نیست، سوره احزاب است. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشه مبینه. در این باب الحمدلله یعنی در اقوال اهل سوره احزاب بله اقوال اهل تفسیر که ما شما در این باب ببینیم، مثلا در رأسشان عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و دیگر صحابه کرام رضی الله عنهم که فاحشه کلمه هست که یکی خو به حیایی را میگه، اما در اینجا ابن عباس میگه که وهی النشوز و سوء الخلق. میگه مراد از فاحشه در اینجا بد اخلاقی است، یعنی اطاعت نکردن از شوهر و اخلاق خوب نداشتن. یعنی مرادش فحشا نیست، فحشای دیگه، بلکه مرادش میگه نشوز است. نشوز
نشوز فهمیدم. بهتر نیست که نافرمانی ایرا مانا کنیم. نافرمانی چیزی که در خانمای پیغمبر بس امیدی که نافرمانی پیغمبر نکنن بهتر میتونه است. نه یک برادر گرامی، بهتر هم است چیزی که در قرآن و حدیث آمده اونمو بهتر است، چیزی که صحابه و سلف گفتن اونمو بهتر است. مثلا نشوز معنا کنی، نشوز نافرمانی را میگه، بله گپ شما خوب است، لکن ایرا ادب میگه که امرای ازواج مطهرات ادب فرض است و بی‌ادبی سبب بیدینی انسان میشه. گپ شما خوبش، لکن ظاهر قرآن میگه بفاحشه، فاحشه کاری ناجایز میگه. و بعد از او باز قول ابن عباس در زیرش میخوانی خیلی خوب میشه. اما اینجا که ازواج مطهرات خود قرآن در سوره احزاب ام المؤمنین خواندهشون یکی دوم دیگه گفته که شما مثل دیگه زنان است، اینا خود درجه خاص الخاص دارن. درجه خاص دارن، لکن در این آیت تو نگفته که را برایشان ثابت کرده باشه الله عز وجل، نعوذ بالله، بلکه در اینجا یعنی گفته که اگر این کار شوه یعنی این تو به شما جزا داده می شود، یعنی در اینجا هم کدام به حرمتی به آنها نیسته. لہذا ابن جریر الطبری، امام ابن جریر که او اولین مفسر که تفسیرش کامل به ما شما رسیده، ابن جریر او میگه که من یأتی منکن بفاحشه مبینه یقول من یزنی منکن الزنا المعروف الذي اوجب الله علیه الحد. مراد از فاحشه میگه اون زنایی هست که واجب حد را واجب میسازه. این سخن ابن جریر الطبری است، لہذا این بی‌ادبی نیست و مشابه از یعنی چی میگه مولا ازیرا این ما نکره نگیریم به معنای نافرمانی و تفسیر ابن عباس هم است که مراد از نشوز و سوء الخلق، بد اخلاقی است. و امام ابن جریر وقتی که گپ ذکر میکنه بعد از او آثار را ذکر میکنه، آثار را در این موضوع ذکر میکنه، لکن این کدام جای چی نیست. وقتی ما خیلی پر شد، وقتی جماعت ما قاریس بگنی ما یعنی در اینجا یعنی اثبات این امر برای خانمان است که خانمای کار را کرده باشند و نعوذ بالله. مثل که در قرآن کریم الله عز وجل به پیامبر خود میگه اگر تو از کافر اطاعت بکنی یعنی تو جزا را داده میشه. یعنی در به حرمتی به نبی علیه السلام نیست، زیرا نبی علیه السلام به حرمت روایت ابن عباس گرفتیم مطالعه کردنش بد اخلاقی بهتر است یعنی که نافرمانی و قول ابن جریر طبری را بگیر. بارک الله فیک. نافرمانی رسول الله. سلامت باشی قاریس محترم، وقتی جماعت است و مسجد میرسیم. خفه نشده باشی. نه خوش شدیم، خفه نشدیم، خوش شدیم و انشالله باز صحبت. اهل مذهب خو برادرای ما هستن و شاید که ما را برادر خود بدانن. دوستی محبت و دین و ایمان یکیست و الحمدلله قرآن و حدیث ما شما را جمع میتونه به گرد قرآن و سنت کلی ما میتونیم که اتفاق، اتحاد و وحدت همبستگی. بله. چرا از خانه من چیز برداشت کردی؟ نه میگم یعنی چیزی که ما شما را جمع کرده و جمع میکنه قرآن و حدیث است و شما را فرض است که حق را بگویید و ما را فرض است که حق را بگوییم. سلامت و بخیر باشید ان با امیدواری صحبت های بعدی هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. بخیر باشید. بارک الله فیک. سلامت باشید. السلام علیکم.